زن و شوهر در این کلبه فقیرانه اشان به داروخط و تشخیص‌های یگانه پسرشان می نگرند و در غم آینده او هستند. صحتی و آینده فرزند به پول و طبابت سرخرج وابسته است. والدان پول ندارند و با هر کمکی که از خویش و تبار می رسد او را طبابت می کنند. حالا دیگر از آنها هم کمتر می رسد. ما همین تو رفتن آمدنمون به عرض دارو و کل خراجات میشه قرض میگیم ده 3000 تومان خراجات میکنیم به عرض دارو و کل ما چطور میریم. جمعه خان محمدوی 22 ساله ساکن دهه مهنت آباد ناحیه کوشانیان از کودکی قلب بیمار داشت و 4 سال اخیر از بیماری سیل رنج می کشد. حالا گاه خون می پرتاید. بیماریش به مرحله رسیده است که باید حتما در شفاخانه بستری شود و معالجه گیرد، اما به دلیل تنگ دستی امکان معالجه در بیمارستان خاص برای گرفتاران سیل را ندارد. این بیمارستان در شهر وحدت است. والدین جمعه خان برای معالجه از 3 بانک 25,000 تومان قرض گرفتند، دیگر به آنها قرض نمیدهند. این قضور اومد ما گفتی گپوزی همیشه شرایطشی که من دندونم کندم فروختم برای بچه من میچینیوش بگیرم نمیشود. گفتی خش تبورم چند قد زد میکنه حاضر همه بس روی خود بچه خود شده دیگر نمیشود. همه ده طلب مو داریم که ما را یکون یردم کنن که ما هم فرزندمونه گفتی گپو که نگاه بیموشد چی کنیم ایچینیوشده همین ایچینیوشده ما دیگر شرایط مون نمیرسه. مادر خودش هم 4 مراتب جراحی شده است و کار کرده نمیتواند. پدر خانواده 1 سال پیش در صدمه قبارغه هایش را شکست و سرش هم آسیب دیده است. خشیرونه خدا خستیم چی کردیم و بود تازه هم بیا میره پیش تاکسی ها چی میکنی قوقو شکستگی از او میده سر سطری سینید. در فهرست عائله های فقیر هستند، ولی کمکی که جمعه خان والدانش از دولت میگیرند برای احتیاجات اولیه زندگی میرسد و تمام. این خانواده میگوید که حالا در فکر خوردن و پوشیدن نه، بلکه فقط در فکر معالجه یگانه فرزند هستند. قرار بود جمعه خان را هفته پیش به شفاخانه برند، ولی از کسی هم کمک نشد و منتظر کمک هستند. معلوم نیست که کی و کی کمک میکند، اما روز به روز بیماریش نگران کننده می شود.